درود به کل بینندگان عزیز تلویزیون ورزش. در آغاز تازه هفته نوبتی فصل بهاران شما را با مژده‌های تابستانی سوداکاری‌های بزرگ فوتبالی شناس می‌کنیم. من ایمانبک شودبکزاد هستم با برنامه نوبتی ترانسفر در عمل. با آغاز امروزه برنامه خویش ما بیشتر تکیه به گپ و کلاچه ها سری دسته شاهانه میکنیم و این نوبت سخن سری بیل و زیدان می رود. زینedین زیدان نمیخواهد که گارت بیل به ریال برگردد و با همین بازیگر گلف دوست منتخب ویلز تا حال نمیداند که موسم آینده را در کجا شروع میکند. بیشتر باشد خبر داده میشد که ژوزه مورینیو نیز در موردی در تاتنهام ماندن بیل آنقدر سخت اشتیاقمند نیست. چطوری گفتیم زینedین زیدان هم در برگشت جنجال برانگیز بیل به دسته مادرید ضد می باشد، اما با وجود این برآمد موفق بازیگر ویلسی در بازی‌های اخیر می تواند عقیده مربیان را عوض کند. نوبسته از آن که تاتنهام در دربی لندن شمالی بازی را باخته بود، خودی گارت بیل باشد در بازی‌های اخیر در تاتنهام مطابق شده در 5 بازی اخیر آمار 5 گل و 3 پرتافتی گل آور دارد. بر زمین گارت باز در بازی بر مقابل پلس 2 گل دیگر به ثمر رسانید. این زمان حمله‌ور بازی قناعت بخش را نشان داده و گفته الکای با ژوزه مورینیو زبان یک کرده است. اما چون پیشتر از زینedین زیدان مقابل بازگشت بیل به مادرید بوده، اظهار نموده است که بیل به محیط دسته تاثیرات منفی خواهد رسانید. نوبسته از آن که چطور گارت موسم را در پرمیر لیگ انگلیس جنبست می‌کند، زیدان بازگشت بیل را به مادرید نمی‌خواهد. اطلاع می‌دهد دیفنس سنترال. شرطنامه بیل باشد با ریال تا تابستان سال 2022 مهلت داشته. تاتنهام همچنین امکان دارد که بازیگر 31 ساله ویلسی را خریداری نماید. در چمپیونات اسپانیا باشد در موسم 19-20 گارت بیل 20 بازی گذرانیده بود. در لندن اگر از بیل و وضع فعلی اطرافش گفتیم، با ادامه سخنهای ترانسفری اندک به تاریخ با افتخار منچستریای سرخپوش خودآور میشیم و البته از حالتهای جالب اطراف کاری فرگوسون میگوییم. سر الکس فرگوسون گفته است که چطور از دعوت رونالدو به منچستر یونایتد دست کشیده است. منچستر یونایتد امکانیتی به دست آوردن رونالدو را هنوز سال 1996 در اختیار داشته است، اما سر الکس فرگوسون از چنین امکانیت با سبب‌های مالیوی دست کشیده است. شوتلندی دستان با کل جزئیاتش نقل کرده است که چطور سال 1996 از امکانیت‌های امضاکنی قرارداد کاری با رونالدو به خاطر سبب‌های مالیوی دست کشیده است. اگنت رونالدو مرا پرسید که آیا من در گزارش مزاجش اشتیاقمندم؟ عکس‌العمل نخست من هیجانی بود. چرا بارسلونا از برایش 20 میلیون دلار در ماه یولی سال پار پرداخته بود و عین حال باشد چنین بازیگر مهم را می فروشد؟ اگنت پاسخ داد که مشکلی نیست. در شرطنامه رونالدو نقطه‌ای است که به او اجازه می دهد تا از دسته رود اگر پیشنهادی از آن منفعت‌تر زیر دست بیاید. او گفت که من حتی می توانم بدون گفتگو با باشگاه به واسطه به فدراسیون فوتبال اسپانیا مراجعت نمایم. همان وقت من در خصوص پول قرارداد از او پرسان نمودم. معلوم شد که پاداش پولی با وجود معاش هر ساله 4 میلیون 32 میلیون دلار را تشکیل می دهد. همچنین 20 میلیون فوند استرلینگ دیگر از برای گزارش بازیگر باید پرداخت نمود. من میفهمیدم که بازی رونالدو را در صف میو ببینم. گوی دل آن بود که اولد ترافورد صحنه رونالدو خواهد بود، اما واقعا هم شما آن مصرفات را جبران کرده می توانید. چطور بازیگران دیگر خود را حس می کنند یکی برایش زندگی در منچستر خوش نآید و چطور ما کفالت داشته باشیم که پس از 6 ماه بازگذشت نو انجام نمی شود. میفهماند سر الکس سبب‌های دست کشیدن از امضاکنی قرارداد با بازیگر برزیلی در روزنامه موسمی 96-97 خویش تحت نام اشتیاق به پیروزی. همین طریق بر عوض امیو رونالدو به اینتر گزارش کرد و با زیر دست گرفتن عنوان یکی از بهترین حمله‌وران تیم سال 1997 توپ طلایی را به دست آورد. پس از دسته اینتر رونالدو همچنین در دسته‌های ریال، میلان و کارینتیانز هنرآزمایی کرده است. رونالدوی برزیلی اگر امکانی بازی نمودن در صف امیو را داشته بود، رونالدو هم در امیو بازی کرد و هم در صف ریال مادرید و باز کریستیانو رونالدو میتواند به ریال بازگشت نماید و کل این آوازه ها پس از باخت یوونتوس در مرحله 1/8 نهایی لیگ قهرمانان از پورتو به میان آمدند. با گفته اگنت رونالدو ژورژو مندش از پرزیدنت ریال فلورنتینو پرز در مورد بازگشت احتمالی بازیگر پرتغالی به تیم مادریدی گفتگو کرده است.
محض در همین مورد نشریه معروف اسپانی آیاس نوشته و اشاره به آن نموده است که کریستیانو رونالدو امکانی بازگشت به ریال مادرید دارد، ولی کالچی مرکاتو باشد تخمین ها در خصوص گزارش رونالدو به پی اس جی کرده است. خلاص که سخن سری رفتن رونالدو از تورین این نوبت نیز پس از یووه را دامنگیر شدن ناکامی در لیگ قهرمان ها زیاد شده و این نوبت یوونتوس با امید نوکاری در حقیقت به قول ضد نیست که رونالدو را در تابستان با عوض 60 میلیون یورو از دست جواب دهد. تا حال یگان چیز دقیق در مورد گزارش رونالدو و مسی از دسته هایشان وجود ندارد و تخمین ها و سر و صداها در این باره به مراتب زیاد شدن میگیرند. دسته آلمانی RB لیپزیگ باشد با حملور 19 ساله آیاکس بروبی قراردادی همکاری امضا نموده. با همین حملور بریان بروبی ادامه مسند ورزشی در بوندسلیگا میکند. شرطنامه با این فوتبالباز 19 ساله تا سال 2025 بسته شده. به صف برزگاوان باشد بروبی تابستان شامل می شود. به اکادمی آیاکس باشد بریان بروبی سال 2010 پیوسته. ماه اکتبر سال گذشته باری نخست در هیئت تیم اساسی وارد میدان شده بود. از آغاز سال 2021 تا حال بروبی در صف آیاکس با کلگی 246 دقیقه در میدان سپری نموده و 4 گل و 3 پاس گل‌آور در آمار دارد. در حالی که رهبریت ریال مادرید با سرخیو راموس هنوز سری شرطنامه نوین به توافق نرسیدند و کلی رسانه‌ها در خصوص ترک جانبی لوس بلانکوس نمودن راموس صدا بلند می‌کنند، نشریه اسپانی مارکا مصاحبه سرخیو راموس را روی چاپ آورده است. همین طریق راموس در خصوص تمدید کنی شرطنامه گفته است که می‌خواهد در این مورد چیزی حرف زند، ولی کلی چیزها تا حال چون سابق به تغییر می‌ماند. راموس اظهار نموده است که به 5 سال دیگر می‌تواند در سطح عالی بازی نماید. همچنین راموس افتخار از آن می‌کند که یک زمان با بهترین ها در سیمای رونالدو، بکهم، روبرتو کارلوس و دیگران بازی کرده است. زمانی که مارکا از مصاحبه گرمی راموس و فرقا انتشار می‌نمود، نشریه دیگری شناخته اسپانی موندو دپارتیو باشد روی یکی از مقصدهای اصلی نوکاری هیئت بارسلونا را به همگان فاش نمود. خلاص که رهبریت می‌فهمد که نوابسته به بحران باشگاه برای بلند برداشتن سطح دسته دارای بازیگران بلند صفت باید باشد. آرزوی بزرگ چون هر وقته این حمله‌ور بروسیای دورتموند ارلینگ هالند 20 ساله می باشد. در صف بارسا معلوماتی هست که طبق آن تابستان آینده میتوان بازیگر نروژی را بر عوض 75 میلیون یورو خریداری نمود و بر عوض چنین مبلغ همچنین پاداش پولی اگنتش مینو رایولا و پدر بازیگر هم شامل می شود. با یک سخن ارزش نهایی هالند قریب 110 میلیون یورو می شود. هرچند که چنین گزارش گران هم نافتد، با در نظر داشت سن سالی بازیگر نروژی بارسا کوشش میکند که گزارش را عملی کند، چرا که برایشان 9 دانه درجه عالی ضرور است و هالند امروزها معمولا و در آینده نیز سرطلبگارترین میماند. اما مبارزه است برای ارلینگ هالند با رقیبانی که بارسا دارد مشکل خواهد بود و در این راستا دسته های ریال مادرید، سیتی و چلسی الکی قدم های نخستین خود را گذاشتند. برای بارسا باشد نقطه مثبت این مناسبت خوبی پرزیدنت نوی بارسلونا ژوان لاپورتا با اگنت هالند مینو رایولا می باشد. در برابر بازیگر نروژی همچنین کاتالونیا دعوت حمله‌وران دیگر را نیز استثنا نمی‌کنند و یکی از آنها سرخیو آگوئرو 32 ساله می باشد. آرژانتینی باشد در قیاس با هالند برای بارسا ارزان‌تر به دست آمده، همچنین دارای مقام مثبت در رسانه‌ها و بازیگر سطح عالی بودنش مناسبت نقض با مسی دارد. بازیگر دیگر سطح عالی به پول برای بارسا میتواند که دیوید آلابا شود، نفری که فرصت‌های اخیر شرطنامه خویش را در آلمان پشت سر نموده تابستان میتواند چون فوتبالباز آزاد با یکی از تیم‌های پیشقدم اسپانی گزارش نماید. بیشتر سخن‌ها اینجا البته که درباره ریالند، اما اگنت آلابا پینی زخاوی همچنین وعده کرده است که پیشنهاد نهایی بارسلونا را نیز انتظار می شود. اما طلبات کلانی دیوید آلابا از برای معاش البته که دسته کاتالونی را به سمت دیگر تله می کند. کدام بازیگر انیق تابستان به بارسا می آید؟ این البته که اریک گارسیا است، نفری که شرطنامه با سیتی را انجام داده و الکی شرطنامه پیشکی با بارسا هم امضا کرده است. با در نظر داشت که مشکلی بارسا در خط دفاع میتوان گفت که با دست آوردن حمایتگر جوان اسپانی این سهم بزرگی در آینده باشگاه می باشد. پس تابستان را انتظار می شویم.
در این میان بازیگر دستان ناپولی مالک گامشیک که سالیانی زیاد در این تیم زحمت میکشید شرطنامه کاری 6 ماهه با گیاتبورگ امضا نمود و تیم شوئدی نیز در خصوص چنین گزارش رسما اعلان نمود. بازیگر 33 ساله اسلواکی با همین بازیگر دسته گیاتبورگ شوئدی شده. پیش از این گامشیک در صف تیم چینایی دالیان پرو برآمد میکرد. در لیگ عالی فوتبال چینی باشد گامشیک 42 بازی گذرانیده با 4 گل و 2 پاس گل‌آور از میدان بیرون شده است. در سری آ باشد مالک گامشیک در مسیر 12 سال ادامه مسند ورزشی در صف ناپولی در عموم 408 بازی گذرانیده 100 گل زده است، در حالی که در عموم 621 بازی گذرانیده و 138 گل و 99 پاس گل‌آور در طول مسند ورزشی با آمار گرفته است. نشریه گول باشد همزمان بران است که ارسنال این نوبت نسبت حمله‌ور سلتیک آدسون ادوار چشم دوخته است، ولی در برابر توپچون لندنی نسبت بازیگر سلتیک شاتلندی همچنین لستر و استون ویلا دست درازی می‌کنند. می‌نویسد گول با تکیه به معلومات‌های مرکوری. طبق معلومات سرچشمه هر سه از دسته‌های نامزد به ادوار عین زمان امکانیت‌های خریداری این حمله‌ور 23 ساله را نمودند، نفری که انجام شرطنامه در تابستان سال 2022 دارد. اینتر میلان باشد مهلت‌های پرداخت لیورپول لوکاکو را دیگر کرده است، در حالی که امیو خواستار لوتارو و یا شکرینیار به صفت جبران پولی‌ها می‌کند. اطلاع می‌دهد اساسی ترین نشریه ورزشی ایتالیا کاریرو دلو سپورت باید اشاره به آن نمود که اینتر با منچستر یونایتد لیورپول در حجم 5 میلیون یورو از برای گزارش حمله‌ور روملو لوکاکو در مهلت معین شده نپرداخته است. تصدیق می‌کند کاریرو دلو سپورت. طبق سازشنامه طرفین در حالتی که اینتر یکی از پرداخت‌ها را سری وقت انجام ندهد جانب نیراتزوری همانا کلی مبلغ گزارش را از مانیکانیو قرضدار می شود. این زمان اینتر از برای گزارش لوکاکو 5 میلیون یورو از 74 نپرداخته است. گفته می شود که در شکل جبران پولیو منچستر یونایتد از اینتر طلب کرده است که گزارش حمله‌ور لوتارو مارتینز و یا که حمایتگر میلان شکرینیار را به صف دیوان سرخ تامین نماید. جنجال ترانسفری دیگر اطراف اینتر این از ناراضگی خاصه پرزیدنت ریال برآمد زمانی که فلو پرز طلب نموده است که حکیمی بر ریال آورده شود. اگر اینتر کفالت پرداخت مبلغ گزارش را تامین نکند، طبق معلومات کاریرو دلو سپورت پرزیدنت باشگاه مادریدی فلورنتینو پرز از اینتر کفالت پرداخت مبلغ گزارش اشرف حکیمی شده است و در حالت برعکس منیجر اصرار میکند که بازیگر به مادرید باز آورده شود. اینتر باشد در نوبت خود پرداخت نخستی گزارش را در حجم 10 میلیون یورو انجام داده نتوانست. خبر داده می شود که ریال راضی شده است که پرداخت تا سنه 30 مارس انجام داده شود، اما چطور سرچشمه ها میگویند چنین قرارداد در خود کفالتنامه ها را داراست، در خصوص چیزی که اینتر رد میکند. تیم ایتالیایی باشد بران است که درست عمل کردند. آنها در خصوص مشکلات های مالیوی اطلاع دادند و در خصوص به تأخیر گذاشتن مهلت پرداخت ها خواستار شدند. حکیمی باشد به صف اینتر در اوزانه تابستانه ترانسفری گزارش نموده ارتباط طرفین بدون پرداخت لیورپول 40 میلیون یورو را تشکیل داده بود. این بازیگر عرب تبار در صف اینتر در همین موسم 26 بازی در کل مسابقه گذرانیده مؤلف 6 گل و 4 پرتافت گل آور شده است. در این میان قهرمان فعلی ایتالیا تیم ابردسته تورین یوونتوس مکنی را از شالکه خریداری نموده 18.5 میلیون یورو در مسیر 3 سال پرداخت می‌کند که از این 6.5 میلیون یورو لیورپول می‌باشند. پس از انجام رسمی خریداری پره بازیگر من بعد نیمه‌نهاییگر وستون مکنی کاملا از یوونتوس است. باشگاه ایتالیایی با همین خریداری بازیگر 22 ساله را طبق شرطنامه اجاروی عملی نموده. خودی فوتبالباز با جانب بیانکانیرا شرطنامه به مهلت 30 یونیو سال 2025 امضا نمود. در همین موسم باشد این فوتبالباز آمریکایی 23 بازی در سری آ گذرانیده 4 گل و 2 پاس گل‌آور در آمار دارد. در فرجام برنامه امروز میتوان گفت که تیم‌های پیشقدم اروپایی به مثال باواریا و یوونتوس بازیگران جوان پراستعداد از قاره آمریکای شمالی به صف خویش جلب میکنند تا در آینده سازیشان سهمگذار باشند. این بود فرجام برنامه نوبتی ترانسفر در عمل. تنسیت بمانید.